امروز سنه 6 مارت شب عید سریساله است و مردم خوجند در این شام آش پلاو آماده میکنند و با همسایه ها تقسیم میکنند و آش علیشکان میکنند. آش پلاوی که حاضر متخصصی ما آماده میکند پس از 30 دقیقه دیگر تیار میشود. آش پلاو رو قهرمانی گزارش ما نه تنها شب عید بلکه همه روز آماده میکند. وی ساکن 40 ساله شهر خوجند است. میگوید 15 سال این جانب آش پلاو آماده میکند. این کسب را دوست داشته است و محض از این حساب زندگیش را پیش میبرد. میرزا حاتم عادلف میگوید از بچگی شب آش علیشکان را میدانست و مادرش به همسایه ها آش میداد تا رسم عید سریساله به جا آورده شود. همین پیشتر مخترع بودیم مادرما همین آش میکردن، ادریگی ها آش میفساندن، آش می آوردن، همه خیلی کارا بود. من خدا شکر راضی این کارای دختران کلینا هماشون همین کاره که داستی من خدا شکر اکنون ماندگی کارا همین پیشترها همه خیلی کارا بسیار بود. آش علیشکان میگفتن. فرهنگشناسان بر آن نظرند که معنای آش علیشکان تنها داد و گرفت آش پلاو نبوده، آن در خود خصوصیت‌های زیادی را دارد. اسلام رحیمов نامزد علم‌های فیلولوژی میگوید که بیگانی سنه 6 مارت این درآمد سری سال است، یعنی عید سری سالی میگویند. عادتاً در این شب ساکنان آش پلاو میپزند و آش علیشکان میکنند. یعنی معنای اصلی آش علیشکان چی است؟ این شبی درآمدن سری سال است، یعنی شبی سری سال. خب عادتاً در این شب آش پلاو میپزند، مردم به همدیگر تقسیم میکنند. این معنا دارد. این معنایش همین که خب از یک محله باشد اگر از کدام خاندان به کدام خاندان آش آمد، این سخت مشاهده میکردند، میفهمیدند که از کدام خاندان آش نامد، وضع اقتصادی همون عائله وزنین است گفته بعد یاردم میکردند. فلسفه عوض کردن یا آش علیشکان همین است. فقط آش خوردن نه، این آزمون آش نه، این با یک راه دیپلماتی خلقی با از وضع همدیگر آگاه شدن. چون که در پیش نوروز است و باید به کشت و کار برود، زندگیش چه خیلی است، چه خیلی باید روزگارش پیش برد، وضع اقتصادیش آیا خوب است یا بد، از همین طبقچه آش میفهمند. خب از کدام خاندانی که آش آمد برای نگاه میکردند که خوب گوشت دارد یا دیگر چی دارد، از این میفهمیدند که خب وضع همان عائله خوب است. و از کدام خاندانی که جواب نآمد، یعنی همون طبقچه برگشته نآمد، بعد آهسته به او کمک میفرستادند. خب سبزی میفرستادند، برنج میفرستادند. خب بعد از یک یا دو روز که مثلا همین چیزایی میگرفت، او باز جواباً آش میفرستاد که مضمونش دستگیری همدیگر است. اسلام رحیمов نامزد علم‌های فیلولوژی میگوید در عید سریساله خلق تاجیک از قدیم دو عنعنه نیک را داشتند. یکی اگر آش علیشکان بود، دیگری خام دادن است، یعنی محصولات آش پلاو را میدادند. این عنعنه حالا از بین رفته است، اما آن را میباید جاری کرد، میگوید او. خب در ابتدا مثلا خام دادن بود، خب در توی‌ها هم باقی مانده بود، یعنی خام گفته خب به یک مثلا خلطه یا به یک مثلا همین یک بارکش، یک چیزی که مثلا بار میبردن در یک لطه، خب چیه میگذاشتند؟ محصولاتی برای یک آش درکاری. خب 3-4 پیاله مثلا برنج، خب روغن که مثلا یک خمچی خورد به روغن میدادند، سبزی، همین خامدهی هم بود در ما. خب وقتی که مثلا ترقیات شد و مردم مثلا صاحبی مثلا آش شدند و دیگر امکانیت ها پیدا شد، این آش علیشکان شد. یعنی با راهی آش علیش کردن با هم دیگر مثلا تبادلی تمام کردن. لیکن فقط مثلا در فرهنگ خوجند فقط آش پلاو نه، خام را دادن هم بود. یعنی آذوقه میدهد به یک محتاج، به یک درمانده، تا اینکه زندگیش پیش برد، به نوروز، به جشن نوروز آمادگی بیند، که این هم یک فلسفی نیک خوجنده است که نه یا باید کرد. قهرمانی گزارش ما میرزا حاتم عادلف برای از بین نرفتن عنعنه نیکی آش علیشکان در عائله‌اش کاربری میکند و میگوید در گذشته شب عید سریسالی آش را مادرش به همسایه میداد و اگر آوردن میگرفت. حالا باشد این کار را دختران و کلینهایشان ادامه میدهد تا عنعنه خوبی شب عید سریسالی از بین نرود. خیشی تاور حقا همسایه
همین آدمای نزدیکتون کدی همه خیلی کارو بود آش میدادیم آش میآوردن همه خیلی کارا بسیارتر بود من خدا شکر حالا همه خیلی کارا های من دوامی کاری هم یک کلی دختر و همشون دوام داداسیم سیری آشی یعنی ما گپ راستش این همین هر حتی کارهندی هم ویشه همین مهرکدی کارو شروع منید خدا خواهد نقص شده میبرید. маънои аслии ошъалишакон ин мусобиқаи ки оши бомазза ва ё серравғону сергӯш мекунад набуда балки меҳрубонӣ кардан бо ҳам мебошад мегӯянд фарҳангшиносон. имшаб шаби иди сари солӣ аст ва аз рӯи анъанаи неки гузаштагони халқи тоҷик маросими ошъалишакон аз ҷониби сокинон ташкил ва гузаронида мешавад. гузориши мафнушкур ва насим раҳимов барои барномаи иттилоотии хабар.